مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که طی 2 روز استراحت 20 و 21 اپریل سال 2024 در آب‌های جمهوری 6 حادثه ناخوش مرگبار رخ داده. در نتیجه 5 نابالغ سنشان از 2 تا 17 ساله و یک زن 60 ساله غرق شدند. غرق شدن یک باره 6 نفر در دوام همگی 2 روز در حالی است که موسم امساله آببازی در تاجیکستان هنوز رسما آغاز نیافته است. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده نیمه دوم روز 20 اپریل سال 2024 یک کودک 2 ساله در ناحیه شهراتوس ولایت ختلان از خانه برآمده غیب شده است. به گفته نزدیکانش به احتمال غالب او به کانال افتاده غرق شده است. نجات بخشان از ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان به جای حادثه آمده به جستجو سر کردند. جستجوی این کودک هنوز ادامه دارد. حادثه ناخوش دوم نیز در ولایت ختلان رخ داد. روز 20 اپریل سال 2024 نورس 17 ساله ساکن شهر باختر همراه همسنفانش برای استراحت در ساحل دریای وخش به یک موضع واقع در جماعت وحدت شهر لوکانت رفتند. این نورس به سبب رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری به دریا افتاده غرق شده است. نجات بخشان از ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان به جای حادثه آمده جسد نورس را پیدا کردند و از آب برآورده به والدانش سپردند. حادثه ناخوش سیوم در ناحیه رشت رخ داد. صبح 21 اپریل سال 2024 ساعت 09:20 دختر 17 ساله ساکن شهر غرب مرکز ناحیه رشت به سبب‌های نامعلوم خود را از بالای پول سر پول به دریای سرخاب پرتافته است. نجات بخشان از بخش وادی رشت به جای حادثه آمده بعد بیش از 6 ساعت جستجو ساعت 15:40 جسد دختر را تقریباً 18 کیلومتر پایین‌تر از محل خود را به دریا پرتافتنش پیدا کرده به مقامات حفظ حقوق سپردند. حادثه ناخوش چهارم روز 21 اپریل سال 2024 ساعت 17:21 در ناحیه شهرنو در غرب تاجیکستان رخ داد. دخترچه 6 ساله از دهه گلاباد جماعت به نام حسنوف ناحیه شهرنو به جوی سیل پرتو افتاده غرق شده است. جسد او را از حدود دهه به نام توشیف جماعت به نام رحمانوف در کنار شهر ترسونزاده یافته به مقامات سپردند. حادثه ناخوش پنجم در ترسونزاده رخ داد. نیمه دوم روز 21 اپریل سال 2024 ساعت 14:35 یک دخترچه 10 ساله ساکن دهه شلوم جماعت نواباد به جوی سیل پرتو گومش افتاده غرق شد. جسد او را از دریای قرطاق در حدود دهه شرقیان جماعت 10 سالگی استقلال پیدا کردند. حادثه ناخوش ششم در شمال جمهوری رخ داد. یک زن 60 ساله ساکن دهه مدنیت ناحیه جبار رسول فی ولایت سوخت به سبب رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری به دریای سیر افتاده غرق شده است. جسد او را ساعت 16:25 پیدا کرده از آب بیرون کشیدند و به مقامات حفظ حقوق سپردند. بنا به امور رسمی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده طی سال 2023 در آب‌های تاجیکستان 181 نفر از جمله 75 کودک و نورس تا سن 16 و 36 زن و دختر غرق شدند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده بار دیگر از ساکنان خواسته است که کودکان خود را بی نظارت نگذارند و قاعده‌های بی‌خطری را در لب آب و هنگام آببازی قطعاً رعایت کرده از فرزندان خود نیز این را طلب کنند.